حرکت سریع حسن خان محمدی از سمت راست زمین، در مقابلش قربانوف بلند میفرسته به روی دروازه، علی دایی، فرصت برای دایی توی دروازه، گل برای پرسپولیس. علی دایی حرکت میکنه توی دروازه، گل پنجم برای پیروزی. علی دایی، بگوویچ راضی و خوشنود از این بازی تهاجمی تیمش. کشورمون میشه. کاظمیان حرکت میکنه، یک بازیکن در مقابلش هست، خود کاظمیان منتظر میشه، یک پاس دیدنی، حامد کاویانپور تو سرتون میزنه، علی دایی توی دروازه، هتریک علی دایی و گل هفتم پرسپولیس. یه بار یک فرصت برای علی دایی، حالا پای چپ میزنه توی دروازه، گل برای پرسپولیس. بازم علی دایی، حالا نتیجه داره باور نکردنی میشه. علی دایی 4 گله و پرسپولیس 8 گله میشن و بگوویچ باید همین گونه خوشحال باشه. اونی که میزنه یا اونی که میگیره. یه شوت از راه دور، دوباره تکرار میشه توی دروازه. یه گل عالی از علی دایی دروازه رو باز میکنه. اهواز باید به میدان بره، از این طرف هم یه حرکت دیگه، فرصت برای دایی، موقعیت برای این تیم و گل بعدی. گل سوم رو هم باز هم دایی میزنه و خودش رو 6 گله میکنه در لیگ. کاویانپور بازم یه دونه از اون پاسای طلایی خودش رو داد. یعنی به هر حال اگه دایی رو اینو بزنه 7 گله میشه. میزنه و توی دروازه. حالا این 2 دقیقه 3 دقیقه باقی مانده بسیار حساس‌تر خواهد شد و باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. فرستاده میشه روی دروازه، گل محمدی، یک ضربه و تو گل. گل دوم علی دایی میزنه و باید هم اینقدر خوشحال باشه دایی. از کردم به این گل احتیاج داشت علی دایی. عباس محمدی در دروازه، دایی و گل. گل سوم برای تیم پیروزی و گل نهم برای علی دایی. این هم ضربه کنیت که استیوی اثر گذاشت و اینجا با دخالت مدافعی متقن ضربه کنیت شد و در حالی که صحنه آهسته رو مشاهده می‌کردید روی ضربه کرنر بازیکنان پرسپولیس این علی دایی است که موفق میشه دروازه شموشک رو باز کنه و حساب کار رو 1-0 کنه. در حال بعد از این بارندگی‌های فراوانی که شاهد شدیم در تهران، زمین آنچنان هم نامساعد است و خیلی هم خوب به نظر میرسه. فرصت برای دایی توی دروازه، گل دوم برای تیم پیروزی و علی دایی. 11مین گل فصلش رو به ثمر میرسونه. سهراب انتظاری که تیمو در اختیار گرفته، سهراب بخت کرده در برابر شخص، بازم سهراب پرسپولیسیا حرکت میکنه، سانتو روی دروازه، دایی برمیگرده و گل برای تیم پرسپولیس توسط علی دایی. واقعا گلزن متوهمی این علی دایی. با دوربین‌های متعدد و با استفاده از ابزارهای مختلف سعی در جلب رضایت شما و پوشش کامل مسابقه هست. رضا جباری ارسال توپ به روی دروازه، دایی توپ توی دروازه قرار گرفته، داور گل رو پذیرفته. علی دایی گل نزد، چه موقعی گل زد. حرکت علی دایی، ضربه رو میزنه و توی دروازه. پرسپولیس 1 شموشک 3. چنده گل علی دایی. حالا شاید پرسپولیس راحت‌تر بازی رو. خان محمدی، علی سلمانی، سانتوروی دروازه، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس و گل دوم رو علی دایی میزنه. یه اشتباه کرد رحمان احمدی، همین اشتباه شاید باعث باخت شموشک بشه. حالا تو کنه که این ضربه توی دروازه علی دایی